فاصله ایمان رو رعایت کنید، کسی داخل پیست نباشه. محمد آقا محمد سواری اتومبیل ایرانی جزیره زیبای کیش در حال برگزاری یک رویداد فراموش نشده و این علی امامی برای شما راهنمایی میکنه. مجسمه، شتاب، قدرت، مهارت و علی در هیئت موتور سواری اتومبیل ایرانی جزیره. مسابقات هیچ موقع این شرط دوستان اگر برنامه شده بریم برای برای دیریت. اوکی هستیم؟ پیست ترک بفرمایید همه عزیزان، کسی داخل پیست نباشه، همه بیان بیرون، فضای کاملا ایمن برقرار. مسئولین محترم بفرمایید، خواهش میکنم یه خط صاف اگر لطف کنن همه عزیزان. پرچم علی آقا شما هم بیا، آقای علی امامی، آقای شجاعی تشریف بیان. از دوستان عزیزمون قهرمانان رانندگی، تخصص، قدرت، شتاب، سرعت، مهارت، هیئت موتور سواری اتومبیل ایرانی جزیره کیش، یک رویداد بی‌نظیر. نگاه به چراغ سویچ دستگاه، چراغ سر، چه رقابت نفسگیری. علیرضا یه ریاکشن عالی ثبت میکنه، نفسگیره. چه زمانهایی ثبت شد. بهزاد زیغم قهرمان ملی با کوله با اون دوستان اونجا نباید باشن، مدیا همه باید بیان عقب‌تر. دوستان عزیز مدیا همه بیان عقب، تو حاشیه پیست نباید کسی باشه. همه سویچ دستگاه، سه چراغ زرد، چراغ سبز برای هر دو. ریاکشن بالا برای هر دو. متاسفانه با تعلیل حرکت میکنن. آماده استارت. حسین شیر محمدی و محمد علی خانی روی خط استارت. ریاکشن برای محمد علی خانی 400,000 ثانیه. ریاکشن برای حسین شیر محمدی 7 دقیقه. ریاکشن تایم برای حسین شیری 384,000 ثانیه. ریاکشن تایم برای ایمان رهبری 538,000 ثانیه. ما منتظر عبور خودها از خط پایان هستیم. آغاز زمان سنجی، اولین رقابت آغاز میشه بین دو ورزشکار. روی خط استارت و به فرمان استارتر مسابقه کیو بدین؟ آیه ملکی باید کیو بدین؟
هزارم ثانیه، ولی مسعود ملکی با تعلل حرکت میکنه 992 هزارم ثانیه. شماره 4 مهدی ناطقی، خودرو BMW M4، تکنولوژی بنز و BMW کنار هم، دو تا رقیب دیرینه. کلکل های همیشگی بنز و BMW زبان زد بوده و امروز هم روی خط سار در جزیره زیبای کیش. ببینیم آیا تکنولوژی بنز پیشی خواهد گرفت یا BMW. کمربند ایمنی، کلاه. ممنونیم از امید نومیدی که با دقت زیاد کنترل میکنه. نگاه به چراغ استارت. بنز و BMW هر دو آلمانی ارش کنن به سمت خط. تکنولوژی به جون هم افتاده توی جزیره. مسابقات هیچ موقع این شرایط